شما اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو. عجیب بود، هم اینجا هم بعضی جاهای دیگه. ما عراق رفته بودیم، یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد، جوری تنظیم کرده بودن. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد، در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخوانم. نزدیک ایستگاه بود یا اوایل ایستگاه بود. یه لحظه اجازه بدین، من معذرت میخوام مقام عظما، ادب نباشه خدمتتون. عرض کنم که مقام شما به خاطر حماقت طبختون همه داستان رو تعریف نمیکنید. یه جمله میگید از قطار پریدم پایین و رد میشید. حالا تو بشنو این داستان رو از بنده. من خودم راننده اون قطار بودم، خدمت عذر دارم عرض میکنم، خودم راننده اون قطاره بودم، همچی داشتم میروندم 1 2 3 4 5 6 7 8 داشتم گوله میکردم میومدم، یهو نگاه کردم تو آینه بغل، یه چپ راست نگاه کردم، یه جسم سیاه که همین خود مقام عظما باشن از پنجره خودشون رو پرت کردن بیرون. رو همون هوا که داشتم پرت میکردم بیرون، 2 تا پشتش، 3 تا نیم بارو، آفتاب بالانس، مهتاب بالانس، رو همون هوا یهو هوا رو در آورد، عمامه رو گذاشت کنار، دور کرد نماز، همونجا 10 دقیقه رو هوا خوابید. اما تو جاده بودیم تا رسید پایین. خلاصه اینجوری بود. یهو من برگشتم تو جاده رو نگاه کردم. شما یادتونه؟ من خودم قشنگ یادم. یهو برگشتم همین جاده رو نگاه کردم که همین ریل باشه. یهو دیدم یک ماشین گنده رو ریل وایساده. اومدم بزنم رو ترمز که دیدم مقام عظما یه دست شواش اینور ماشینه، یه دستم واش اونور ماشین، الک و تلک قطاره رو شونه مقام عظما رد شد که ما دیگه خلاصه از این خطر جستیم. بعد 3 تا ایستگاه جلوتر، حالا شما خودتون خبر ندارید ولی ما گفتن 3 تا ایستگاه جلوتر خبر آوردن که 2 تا هواپیما و 3 تا کشتی رو هم نجات دادین شما. البته اون قطاری که بنده رانندش بودم با این قطاری که الان داره از روی مقام عظما از روی شونه‌شون و خلاصه کت و کول ایشون رد میشه، تومنی $2 توفیر داره. قبول دارین شما؟ الان که داریم اینجوری. حالا دعوت میکنیم از حاج رحیم کذاب بیاد خلاصه نطقشو بکنه. رحیم بیا. من در یکی از مناطق آذربایجان غربی در پایگاه 40 ستون سلماس در یک درگیری با ضد انقلاب و اشرار منطقه مجروح شدم. 18 تا گلوله مستقیم خورده بودم، رو زمین افتاده بودم. دیگه دوستامونم که با ما بودن همشون تیر خورده بودن، یا شهید شده بودن یا در حال شهادت بودن. چشمام همینطور بسته بودم و ذکر میگفتم. گوشه چشمم رو باز کردم، دیدم که 2 تا دورم رو گرفتن، پوتین هاشون رو، کفشاشون رو میدیدم. یکیشون با همون لهجه‌ای که داشتن گفتن که زنده است. تا گفت زنده است یکیشون با لگد زد سمت راست من، دنده هم شکست، نفسم بند اومد. ولی چیزی که همیشه ما رو سرپا نگه داشته عنایات اهل بیت علیهم السلام هست. لگد دیگر خورد سمت چپ من، دنده های سمت چپم هم شکست. حالا هر دو دستم شکسته، استخوناش ریخته بیرون، پاهام شکسته، روده هم ریخته بیرون. یکیشون با قنداق تفنگ به پس گردنم زد و بعد من که به صورت افتاده بودم به پشت خوابوندن با کفش. یکیشون رفت رو صورتم یک چرخشی داد، این لبهام پاره شد. هرچی تای کفشش بود رفت تو دهن من، چشمام پر از شن و ماسه شد. یکیشون گفت که راحتش کن، تمامش کن. تا گفت تمامش کن از بالا تیر خلاص رو زدن دم قلب من که هنوز اون دم قلبم هست. یه وقتی با سرعت از جایی میرم یا از سر بالایی سر پایینی این تیره میزنه دم قلبمون که حواست باشه هنوز این مسیر ادامه داره. تیر خلاص رو زدن دوباره، همون نام شریف آقامون به من قدرت داد. این یقه اون رو یکیشون گرفت، اون زمین سنگلافی کشون منو برد زیر همون ماشینی که مال خودمون. بچه حالا پرپر شدن، با لگد منو غل داد زیر ماشین، با اسلحه با گلوله هم زد. لاستیکا من احساس کردم که بادشون داره خالی میشه، همینجوری میاد روی بدنم. چند ثانیه گذشت، حالا گلوله خمپاره بود یا آرپیچی بود کنارمون خورد، یک موجی ایجاد کرد، من یه مقدار اومدم بیرون. حالا ماجراهاش طولانی است واقعا. آقا حالا رحیم گفت مال منو بشون، نمیدونم بلفجر 1 بود 2 بود 3 بود 6 بود 6 و 8 بود. خلاصه
کل لشکر لط و پار افتاده دادن یه گوشیه بر. یه سری داشتن جون میدادن، یه سری داشتن جون میکندن، یه سری جون به جونشون میکردی، همونی بودن که بودن، اصلا داستانی شده بود. اون وسط من خوابیده دم رو خاک ماک اومده بود. من نگاه کردم شکمم 16 در 16 278 تا نمیدونم گوله خورده بود تو شکمم. من درد اصلا داستانی بود. 2 تا 3 تا 4 تا کاتوشا رفته بود تو سینم. اصلا 2 تا گوله توپم خورده بود تو این پام که اصلا یه نشم عمل نکرده بود. خودم همه دقیق بدم نیست. همونجا بود که به خودم گفتم بابا پا میخواد چیکار کنه. ذکر امامو چسبیدم. یه ذکر امامو. همون حال و هوا بودم که دیدم رودم اینجوری پرت شده تو شکمم که از پشت زده بودم. روده افتاد رو خاک ریز، یه سرش هم لوله تانک عین بنده رخت. روده رو گرفتم تنابی رفتم بالا خاک ریز. نگاه کردم این ور، نگاه کردم مامورا دارن میان. تا مامورا رو دیدم معده ناکس که تالا این ور خاک ریز افتاده بود، منم کار به کارش نداشتم. 2 تا پا داشت، 2 تا پای دیگه قطع کرد، در رو گوله کرد رفت. حالا من کورمال گشتم ببینم منور چیزی از بدنم مونده. ناکردم قلبه افتاده اونجا. قلبه رو برداشتم گذاشتم تو جیب ساعتیم. حالا گفتم بابا قلب میخواد چیکار کنم؟ دوباره چیکار کردم؟ ذکر امامو چسبیدم. دیگه اونجا بود که ذکر امام خیلی کمک کرد. همین حالا هوا این برای نکن اگه یارو هیکلی انقدی دشمن اومده بالا سرم با پوتین گذاشت تو صورت ماهی به انگار که داری مولینکس میکنی، انگار شیرموز داری مولینکس میکنی. چرخون پاشو که برداشت یه نها کردم ته پوتینش. دماغم اونجا چسبیده بود کف پوتینش. اونجا بود که دیگه اصلا این داستانه که برام پیش اومد چشم با دهنم قاطی شد. الان من خودم با دهن نگاه میکنم، با چشم غذا میخورم. حالا از اون وضعیت فقط یه دنده سمت راست اون زده بود بیرون سالم. آک تا اومدم به خودم بجنبم یارو دشمنه هیکل گوله اومد زد دنده رو چاق کرد. کلاشو گرفت گیربکس ریخت پایین. ما رو داره این وسط بی گیربکس و بی کلاش و بی گاز و بی دنده و بی ترمز. گفتم بی خیالش ذکر امام بچست. حالا ما رو با این وضعیت گرفت خرکش انداخت زیر تریلی. 14 تا 17 18 تا تریلی اومدن از اون رد شدن با 18 چرخ بارم روشون. همون موقع بود که 16 تا بمب دورم منفجر شد. این پرت کرد منو این موجش من رو هوا لک کنارم رد میشد. اون ولی یون حاکم شاهین از بغلم رد شد. کفتر و گنجشک و اینا افتادم تو مرقد امام راه. الان تو اینم که مشاهده میکنید اکثر اعضای بدنمو هنوز نتونستم پیدا کنن. الان با فتوشاپ درستش کردن، یعنی یه کار تصویری روش انجام شده. من در اینجا یه جعبه‌ام آوردم که یه سری اجناسیه که بعد از اینکه از جبهه اومدم پیدا شده بود، پیداش کردم ولی ما خودمون جاشو پیدا نکردیم. حالا خلاصه نمیدونم چیکار باید بکنم. مثلا روده اضافه بوده، نمیدونم یه 2 شاخه بود، 2 شاخه نمیدونم کجا باید بس میشد. اینا کنا چسب آوردم، هویه آوردم. من خودم می‌خواستم قسمتی که بدین به مقام عظما یعنی خود شما نیست، وگرنه می‌خواستم تقدیم شما بکنم. تازه حالا من این وضعیتی که من میگم اونجا داشتم پرت می‌کشیدیم این ور اون ور فلان. میخوام بگم این وضعیت بابا سگ شرف داره به وضعیت الان مقام عظما که همه اعضا و جواره ایشون بدبختی می‌نوا بخش و بلا افتاده. ایشون هم داره درد می‌کشه. اینجوری داره درد می‌کشه.